همیشه که قرار نیست همه روابط عاشقانه به ازدواج ختم بشه. بعضی از بازیگرای معروف ترکیه هستن که با اینکه روابط عاشقانه طولانی رو تجربه میکنن، اما از ازدواج فرارین و برای اون هیچ اقدامی نمیکنن. میدونین منظورم کدوم یکی از بازیگراست؟ پس همین حالا عضو کانال لنز بشین و در ادامه همراه ما باشین. چاتای اولسوی. چاتای تا قبل از سال 2016 چند تا رابطه عاشقانه نافرجام رو تجربه کرده. اما تو سال 2016 بود که با بازی در سریال نفوذی با دویگو ساریشین آشنا شد و یه رابطه عاشقانه و پایدار بین این زوج شکل گرفت تا جایی که بعد از گذشت 5 سال و با وجود شایعه‌های گاه و بیگاه از جداییشون اونا همچنان عاشقانه در کنار هم هستن. اما هنوز خبری از ازدواج این زوج نیست. دویگو همین تازگی در نیشانتاشی دیده شد، اما تا خبرنگارا در مورد ازدواج ازش سوال کردن، سوالشون رو بی جواب گذاشت و به سرعت سوار ماشین شد و صحنه رو ترک کرد. اینجور که بوش میاد این زوج حالا قصد ازدواج ندارن. نورگل یشیلچای. نورگل تا به حال چند تا شکست عشقی خورده و حتی تجربه یه ازدواج ناموفق رو هم داره. شاید به خاطر همینه که هنوز بعد از 3 سال رابطه عاشقانه با تهیه کننده به نام نجاتی کجابای عجله‌ای برای ازدواج نداره. اون به تازگی در این باره گفته ما برای ازدواج تنبل شدیم و وقتش هم نداریم، تا جایی که دوستامون میگن ما خودمون عروسیتون رو میگیریم و شما رو به مراسم ازدواجتون دعوت کنیم. اما با همه این حرفا اونا خیالی برای ازدواج ندارن. آکین آکینوزو. آکین 6-7 سالی میشه که با شخص به اسم ساندرا پستمالجیان توی رابطه است. آکین با ساندرا تو آمریکا آشنا شده و به تازگی در مورد شایعات ازدواجش با ساندرا گفته این حتی موضوع ما نیست. چون هر دوی ما برای تحقق رویای مشترکمون تلاش میکنیم و اگه ازدواج بخشی از اون رویای مشترک بشه، در اون زمان از اون استقبال میکنیم. رابطه ما بر اساس دوستیه. آراس بولودیناملی. آراس که خودش معتقده خیلی آدم رمانتیکیه، در سال 2015 سر صحنه سریال مارال بهترین داستان من با بیگ اونال آشنا شد و از همون موقع این زوج یه رابطه عاشقانه رو با هم شروع کردن و در این مدت هم با اینکه بارها قهر و آشتی داشتن، اما از اونجایی که طاقت دوری همو نداشتن خیلی زود دوباره به رابطهشون برگشتن. هر وقت از این زوج در مورد ازدواج سوال شده، اونا گفتن فعلا قصد و برنامه‌ای برای ازدواج ندارن. اما به تازگی مدتیه که دوباره زمزمه‌های جدای این زوج به گوش میرسه و گفته میشه این دفعه دیگه بیگه که دیده آراس حالاها قصدی واسه ازدواج با اون نداره، تصمیم به جدایی گرفته و آراس هم به تصمیمش احترام گذاشته. آهو یاتو. میگن مار گزیده از ریسمون سیاه و سفید میترسه، دقیقاً مصداق همین بازیگره. آهویاتو تا به حال 2 بار تو زندگی مشترک شکست خورده و چند تایی هم روابط عاشقانه پر سر و صدا و ناموفق داشته و شاید به خاطر ترس از یه شکست دوباره است که دیگه تو رابطه جدیدش اصرار به ازدواج نداره. اون به تازگی در مورد ازدواج گفته 2 نفر که همدیگر رو دوست دارن حتما لازم نیست ازدواج کنن. اونا میتونن دوستانه یا عمر با هم زندگی کنن و برای با هم دوست بودن حتما که نباید همسر هم بود. دیدم سویدان. این مدل ترک مدتیه با بازیگر پرطرفدار بوراک دنیز رابطه عاشقانه داره، انگار اصلا تو فاز ازدواج نیست، تا جایی که خانواده‌اش هم از ازدواج کردن اون ناامید شدن و بهش گفتن تو که ازدواج نمی‌کنی، حداقل بچه دار شو. ما خودمون همونطور که شما رو بزرگ کردیم اونم بزرگ می‌کنیم. البته نه تنها دیدم که بوراک هم از صحبتاش مشخصه که فعلا به ازدواج فکر نمی‌کنه. شوال سام. شوال سالها پیش یه بار ازدواج کرد، اما بعد از ازدواج 6 سال بیشتر عشقشون دووم نیاورد و کارشون به جدایی کشید.
بعد از اون جدایی شوال از سال 2008 تا الان یه رابطه طولانی مدت و عاشقانه رو با موزیسین ترک سرپ مادن تجربه میکنه. اما این رابطه انگار قرار نیست به ازدواج ختم بشه، چون به گفته خود شوال اون یه بار ازدواج رو امتحان کرده و اونو تایید نمیکنه و با ازدواج به شدت مخالفه. از نظر شوال عشق نیاز به سند نداره. الچین سانگو. الچین زیبا برخلاف اکثر بازیگرا که دائما از این عشق به اون عشق میپرن، از سال 2011 تا الان فقط با یه نفر به نام یونوس ازدکین رابطه عاشقانه داشته. اون در مورد ازدواج با یونوس میگه ما با پیوند قلبی با هم ازدواج کردیم و در حال حاضر هیچ برنامه‌ای برای آینده نداریم. همه چیز داره در رابطه ما خوب پیش میره، اما این دلیل نمیشه که بخوایم تاریخی برای ازدواج مشخص کنیم و من هم آدم سنتی نیستم. الچین در کل علاقه به مراسمات عروسی و ازدواج نداره. همین حالا روی دکمه عضویت کانال لنز بزنید و از دیدن ادامه این ویدیو لذت ببرین. کان اورگانجیولو. کان که روابط عاشقانش همیشه کوتاه مدت بوده، بالاخره یه رابطه پایدار و طولانی مدت رو با زینب اویماک شروع کرد. اونا که تا مدت‌ها عشقشون رو به دور از چشما نگه داشته بودن، بالاخره در سال 2016 اونو علنی کردن. اما بعد از 5 سال این زوج هنوز هیچ قدمی برای ازدواج بر نداشتن. آلینا بوز. آلینا که تقریباً 4 سالی میشه با موزیسین به نام میتان جان اوزر که 16 سال هم ازش بزرگتره در ارتباطه، به تازگی در مورد شایعات ازدواجشون گفته ما اصلاً در مورد این چیزا با هم صحبت نکردیم و اصلاً این اخبار درست نیستن. همه چیز در رابطمون داره خوب پیش میره، اما برای ازدواج هنوز خیلی زوده. هانده سوباشی. هانده سوباشی که در سال 2016 بعد از 4 سال زندگی مشترک به خاطر خیانتی که بهش شد از همسرش جدا شد، در سال 2018 رابطه جدیدی رو با تاجری به نام علی جان اولسو شروع کرد. اما این زوج بعد از 3 سال رابطه عاشقانه، با اینکه همه چیز بینشون داره به خوبی پیش میره و در کنار هم خوشحالن، گفتن که هنوز به ازدواج فکر نمی‌کنن. نیلپری شاهینکایا. این بازیگر 2 سالی میشه که با هنرمند مجسمه سازی به نام امره یوسفی رابطه عاشقانه داره. اما با اینکه این زوج با خانواده‌ای هم آشنا شدن، وقتی از نیلپری در مورد ازدواج سوال کردن، اون گفت ما هیچ برنامه‌ای برای ازدواج نداریم و تا به حال در موردش صحبت نکردیم. ما رابطه خوبی داریم که بی امضا یا با امضا فرقی نداره. حتی ممکنه هیچ وقت هم ازدواج نکنیم. مریم اوزلی. مریم اوزلی یکی از اون بازیگراییه که حتی با وجود 2 تا دختر همچنان مجرده و به تنهایی داره دختراشو بزرگ میکنه و تصمیمی برای ازدواج نداره. چالار ارتغرل. در سال 2017 و در طی فیلمبرداری سریال فضیلت خانم و دختراش بود که چالار عاشق دستیار صحنه و لباس اون سریال یعنی کایلا مانوکیان شد. از همون موقع هم رابطه عاشقانه اونا شروع شد. اما بعد از گذشت 4 سال همچنان چالار از جواب دادن به سوالات مربوط به ازدواجشون تفره میره و اونو بی جواب میذاره. به تازگی گفته شده این زوج از هم جدا شدن، اما اونا همچنان در مقابل این اخبار سکوت کردن. اوسان چاکیر. این بازیگر در سال 2012 با بازی در فیلم حکایت طولانی با داملا سونمز آشنا شد و عشق این زوج بعد از 5 سال در سال 2017 رنگ و بوی رسمیت به خودش گرفت و اونا توی مراسم خصوصی در حضور خانواده‌هاشون با هم نامزد شدن. اما با گذشت 3 سال اوسان برای ازدواجش با داملا هیچ اقدامی نکرد و همین باعث شد داملا از این انتظار 3 ساله برای ازدواج خسته بشه و اوسان رو ترک کنه و به رابطه 9 سالش خاتمه بده. سرکان چایولو. سرکان در سال 2014 با بازی تو سریال فصل گیلاس بود که با دختر رویاهاش یعنی ازگه گورل آشنا شد و این زوج بدون هیچ حاشیه از همون موقع تا الان در کنار همن.
عضویه توی یه مصاحبه در مورد ازدواجشون گفته مراسمی که ازدواج نامیده میشه زمانبر و خسته کننده است و در حال حاضرم به خاطر مشغله زیاد ترجیح میدیم به اون فکر نکنیم. ما با هم خوشحالیم و فقط یه امضا مونده. البته به تازگی گفته میشه این زوج بالاخره خیال دارن به همین زودیا رابطه‌شون رو رسمی کنن. مراد اونالمیش. مراد در سال 2011 و بعد از آشنایی با بیرجا آکالای در سریال شمیم عشق با اون ازدواج کرد. اما این زوج خیلی زود بعد از 8 ماه کارشون به طلاق کشیده شد. مراد بعد از این شکست عشقی انگاری نه تنها از ازدواج فراری شده، حتی قید عشق و عاشقی هم زده. خب بگیم ببینم نظرتون راجع به این ویدیو چیه؟ دیگه شما چه بازیگرایی رو میشناسین که جاشون توی این لیست خالیه؟ اسم اونا رو برای ما بنویسید و این ویدیو رو لایک کنید و با عضویت در کانال لنز ما رو مثل همیشه حمایت کنید.